به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. امروز 18 میلیون است و من شاله گلخوجت تو 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. در برنامه این موضوع ها را داریم. چرخه دوم روغون رسما به کار درآمد. در برابر شرکت اوکراینی متخصصان توجیک نیز در نصب و فعال کردن چرخه ها شرکت نمودند. مقامداران ردبندی شوند. یک فعال جامعه شهروندی به پرزیدنت تاجیکستان تأسیس دادن نهاد دولتی را برای واگذاری کاری منصبداران پیشنهاد دارد. تشویش از موسم گرما با وجود هشداری‌های پای در پای کودکان توجیک با آغاز تابستان به سوی کلو دریاهای خطرناک می‌شتابند. کانال آغاز می‌کنه اونجا ولی آش حرف قچکی میشه همون روزا که تازه هم وقت بودن میبرن کم کم آغاز میکنه. شرکت اوکراینی دنیپرسپیس گیدروانرژی از وصل و نصب و به کار درآمدن چرخه دوم نیروی برقی و آبی روغن خبر داد. چرخه دوم روز 5 ایون فعال کرده شده است. این شرکت اوکراینی همچنان نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سرمهندس روغن را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود وصل و نصب چرخه موافق به طلبات فرمایشگر انجام یافت. در نصب و به کار درآوردن دو چرخه نیروی روغن همچنان متخصصان توجیک نیز شرکت کردند. این چرخه ها به طور موقت نصب شدند و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کنند و بعداً عوض کرده خواهند شد. رو می‌ریم به موضوع دیگر. روز گذشته سلسله زمین‌لرزه‌ها در فاصله نیم ساعت ولایت سیچوان چین را تکان داد. شمار قربانیان و مجروحان می‌تواند زیاد باشد زیرا عملیات نجات دهندگان برای بیرون آوردن ضرردیده‌ها ادامه دارد. این منطقه 11 سال پیش نیز شاهد زمین‌لرزه مدهش شده بود. کیومرثیت تا گزارش می‌دهد. روز سه‌شنبه تلویزیون چین خبر داد که بعد از زمین‌لرزه‌ای برابر با 6 درجه روز 17 ایون شب گذشته در کناره‌های شهر ایبین ولایت سیچوان چین باز چند تکان دیگر زمین به قید گرفته شد. وزارت حالت‌های فوق‌العاده چین گروه‌های نجات را به منطقه آفت زده فرستاده است. صبح سه‌شنبه تلویزیون چین تصدیق کرد که بر اثر زمین‌لرزه کمش 12 نفر ففتیده 125 کس دیگر جراحت برداشتند. لغزیدن کوهپاره رو آب به این منطقه دوردست را دشوار کرده است. منصبداران وزارت حالت‌های اضطراری چین تخمیناً 700 نفر را به عملیات نجات سفربر کردند و سعی دارند که مردم منطقه آفت زده را به جای امن کوچانده به مواد نیاز اولیه تامین کنند. ماه می سال 2008 در ولایت سیچوان زمین‌لرزه حیات نزدیک به 70,000 نفر را از بین برد. دوستان کل ازبکستان بازداشت و حبس رئیس پیشین خدمات دولتی امنیتی آن کشور اختیار عبداللهیف را رسما تصدیق کرد. دوستان میگوید به دلیل آنکه در پرونده چند منصبداری بلندپایه شرکت میکنند جزئیات تفتیشات آشکار نمیشود. عبداللهیف آخری انور سال 2018 رئیس خدمات امنیتی دولتی تعیین شد و از سال 2015 به حیث دوستان کل ازبکستان و سال 2009 چون مشاور دولتی پرزیدنت فعالیت میکرد. قبل از برنامه صحبت داشتم با سیروژین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو زودی نخست از او سبب حبس اختیار عبداللهیف را پرسیدم. خب سبب بازداشت اختیار عبداللهیف 54 ساله دو تا می باشد. به گفته مقامات رسمی یعنی داستان کل ازبکستان گویا که اختیار عبداللهیف یکم عیبش این سوء استفاده از مقام دولتیش که رئیس خدمات امنیتی ازبکستان بود و دومش این رشوه‌خواری است و گفته می شود که نه تنها بلکه با 10 نفری بلندپایه کارمند بلندپایه امنیتی ازبکستان نیز به حبس گرفته شده است. ولی باید تذکر داد که اینها 4 ماه قبل به حبس گرفته بودند. اینها را اختیار عبداللهیف روز 11 فوریه روزی که از کارش سبکدوش کرده بودند به حبس گرفته شده بود. غیر از این یک چند نفر کارمند بلندپایه امنیتی ازبکستان نیز پیش از سال نو به حبس گرفته شده بود و همگی گفته می شود که با گفته منابع معتمد که ما داریم تقریبا بیش از 100 نفر کارمند امنیتی به حبس گرفته شده است که این در تاریخ ازبکستان اصلا این گونه حادثه رخ نداده بود قبلا. خب مسئله فساد معلوم شد اما دقیقاً اختیار عبداللهیف به کدام جنایت متهم می شود؟
اختیار عبداللهیف همگی 1 سال پیش از دادستانی کل به خدمات امنیتی رئیس شده آمده بود و در این مدت گفته می شود که او و نفرهایی که با او یک جای آمدن تماما از بیرون از سیستم این خدمات کار خود را ادامه دادند و میلیون ها دلار را از مردم، از کارچلانان و کارمندای دیگر قوه های نظامی رشوه گرفتند. ولی البته ما دقیق نمیدانیم، اما منابع ما میگویند که اساساً با رشوه خوری و به نیرومندتر کردن خودش گویا از منصب خودش سوء استفاده می برد اختیار عبداللهیف و اینا بالاخره خود رئیس جمهور با خبر می شود از این حادثه و تصمیم می گیرد که باید به حبس گرفته شود. سوال بعدی من ناصرالدین اسلام این بود که آیا این بازداشت‌ها علامتی نیست که در ازبکستان بین حکومت و افراد نیرومند قوه‌های امنیتی مبارزه جریان دارد؟ البته پس از به قدرت آمدن شوکت میرزیویف 2 سال لازم شد که او تمام قوه های ازبکستان را به یک جا بیارد و سر قدرت مستحکم بنشیند. ولی البته در قوه امنیتی ازبکستان همیشه یک اداره بود که تمام ازبکستان را اداره میکرد در عمل، نه پلیس و نه نیروهای گویم که مرزبانی و یا نیروهای گویم که ارتشی، بلکه نیروهای امنیتی سری قدرت بودند و شوکت میرزیویف میخواست که این یک حاکمی را از بین ببرد و تا اندازه موفق هم شد. بالاخره باید گوییم که برای شوکت میرزیویف که میخواهد واقعا میخواهد یک اصلاحات را انجام بدهد، کمند خوب ساختنش بسیار مهم است و نیروهای امنیتی به گفته بسیاری از متخصصان مانع این کوشش های شوکت میرزیویف بودند. سیروجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت میکرد. برمیگردیم به تاجیکستان. یک فعال جمعیتی با پیشنهاد طرح میخواهد منصبداران دولتی تاجیکستان بیشتر مسئولیت شناس شوند. فاضل فتولویف الکای با کمک دیگران 2 دفعه شاخص یا ریتینگ منصبداران مسئولیت شناس و ناعهده‌برا را ترتیب داده است. نشر این رویخط که 10 منصبدار قهرمان و 10 آنتی قهرمان عنوان شده است در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیادی را به میان آورد. این جوان در صحبت با اسکندر فیروز گفت به رئیس جمهور پیشنهاد دارد یک نهاد دولتی تأسیس داده شود تا منصبداران را وابسته به اعمالشان بهاگذاری کنند. рейтинг дар асоси назарияи ҳакамонҳо, дар асоси баҳсҳо, яъне ки 20 нафар хизматчиёни собиқ хизматчиёни давлатиё ки агар пешниҳоди ман қабул шуд аллакай хизматчиёни давлатии амалкунанда ҷамъ мешаванд ва дар асоси баҳсҳо шояд ки дар асоси аудитория ҷамъ меомадагӣ дар як донишгоҳе ё ки дар як муассисае ҳамин рейтингро дар асоси ҳамин чӣ гум аъзои фикру мулоҳизаҳои ҳакамонҳо, яъне ки мо дастовардҳои ҳар як мансабдорро зери назар мегузорем ва ҳаҷми, яъне ки ҳаҷми моҳияти ҳамун мансабдорро байни худамон баҳо медиҳем ва аз ҳамин сабаб дуюм рейтинге ки ҳаст антигиройҳо мегӯем, яъне ки антиқаҳрамонҳо дар асоси яъне ки осеби расонидаи онҳоро жюри баҳо медиҳад ва дар асоси ҳамун ҳар як мансабдор ё мақомоти давлатӣ ҷоиза дода мешавад. рейтинг махфӣ мешавад ҳолӣ то дастгирии боло, то дастгирии ягон мақомот ва аз ҳамин сабаб ман ҳамин рейтингро ҳолӣ акун дар як савол мондааст, таъсис диҳам ё таъсис надиҳам. Аз ҳамин сабаб ман пешниҳод кардам бо мактуб, новобаста аз оне ки мардум аз ман талаб карда истодаст ки ҳамин рейтингро тартиб диҳам. ба бисёр воқеаҳо дучор шудам аз сабаби ҳамин рейтинг. ҳатто чӣ воқеаҳо? мисол ҳаст шудан ҳолатҳое ки аз тарафи баъзе мақомотҳое ки ба рӯйхати антигиройҳо ворид шуда буданд, фишорҳо ба ман меомад. мисол аз ман телефон ба фейсбук менависанд ки чиз рақамҳои телефонатро теха медодам. ман чӣ савол, ман ҷои тарсам нест, ҷои қарздорӣ ё муттаҳамӣ нест. ман мақсадам я танҳо поквиҷдонӣ бо роҳи рейтинг зиёд кардан буд, хай медодам. албатта сар мешуд шумо зидди давлат гап мезанед, зидди давлат инҷо ягон чи баръакс ба фоидаи давлат гап буд. ба ҳамин мақсад ман рейтингро тартиб дода будам. фишорҳо бисёр мекарданд.
و من امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستید. بله چرا؟ من خودم از قبلا هم ذوقم در دوچرخه‌رانی زیاد بود برای مقصد ورزش، برای سلامتیم. لیکن کارت همون برای استفاده بردن وسایل نقلیات اجتماعی پرت افتادم. برای اینکه بسیار میرفتم، بعضی ما رو در اتوبوس میشناختم، گفتن شما هم فتلوی فضیلی از فیسبوک نیستین؟ گفتم بله. اون نامه‌ای که شما عنوانی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است اون نامه رو؟ هدفش اساسی این کمک طلب کردم، برای اینکه اعضای حکمانی ریتینگ آهسته برهم خورد و از همین سبب میخواستم که جناب عالی با مقصد روشنفکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت‌نوکی خدمتچیان دولتی، مقامات‌های دولتی همین ریتینگ رو دستگیری کنند. بینندگان عزیز، صحبت مفصل با فوزیل فتولویف در آزادی ویدیو گذاشته شده است. کودکان را بینظارت نگذارید و قاعده های حرکت آبازی را رعایت نمایید. تقریبا هر سال با آغاز موسم گرما از زبان نمایندگان کمیته حالتهای اضطراری در تاجیکستان به همین مانند هشدار صدا می‌دهد. ولی اکثرا ساکنان این توصیه ها را صرف نظر می‌کنند و برای پناه بردن از نورهای آفتاب خود را گاه در آب کل و دریاهای خطرناک می‌اندازند. در نتیجه همه ساله آمار غرق شده ها به 10 نفر می‌رسد. زرانگیز نوروشو و برادیو صوفی به تحلیل همین موضوع مشغول بودند. فرارسی تعطیل تابستانه و روزهای گرم آفتابی کودکان و نورسان را به سوی حوضهای شناوری، رودخانه و دریاها کشانده است. چون سالهای گذشته موقع معمول آببازی آنها حوض و رودخانه هاست که ساعتها به طور رایگان در آن شناوری میکنند. کانال آببازی میکنه اونجا ولی آش حرف قچی که میشه همون روزایی که تازه همون وقت بودن میبرن کم کم آببازی میکنه. تعطیل خیلی بسیار میبینیم، هر هفته میبینیم. خیلی هر روز نشه کسا میشه گفت. اکثر کودکان و نورسان برای آببازی جایهای خوفناک و ممنوع برای آببازی را انتخاب میکنند. تعداد اصلی آنها بدون اجازه والدان و حضور آنها برای آببازی میآیند. تعداد کمی والدان است که فرزندانشان را مورد آببازی نظارت میکنند. نگاه میکنیم که بین نرو. نگاه میکنیم همجا در اسم میگردن با همون لطفا کودکو بین نرو. خانواده هایی که میخواهند آببازی فرزندانشان به خوف باشد از خدمات استراحتگاه ها استفاده میبرند. حالا در دوشنبه چند چنین اکواپارک ها فعال است که قیمت های مختلف دارد. یکی از دسترسترین آنها مرکز استراحتی آبشاران است که از 25 تا 40 سومانی برای 4 ساعت قیمت دارد. قبلا ما بیرون از شهر برای آببازی می رفتیم. حالا هم بعضا می رویم، ولی اینجا نزدیک است و واسطه های فراغت هم زیاد است. میدانید یک سفر به بیرون از شهر برای عائله ما گران می افتد، زیرا آنجا برای حوض جداگانه، برای نشستگاه علاهیده و عموما برای همه چیز جداگانه پرداخت میکنی. اما استفاده چنین شرایط فراهم آببازی در مرکزهای استراحتی برای همه فراهم نیست و شاید بعضی کودکان و نورسان در یک موسم 1 یا 2 دفعه به این حوض و استراحتگاه ها بیایند. من باری یکم اینجا میایم. من به اینجا خیلی معقول شد. باز میخواهم که بیایم. اینجا خیلی زور است و بسینش کلان. بر اساس آمار کمیته حالتهای فوق‌العاده در سال گذشته 2018 140 نفر از جمله 27 نفر کودکان تا 10 ساله، 23 نفر تا 17 ساله در آب غرق شدند. در ضمن این کمیته قاعده‌های بخطری آببازی و غرق نشدن را نشر کرده به والدان هشدار داده است که فرزندان را بدون کلانسالان برای آببازی اجازت ندهند. برنامه امروز رو در همین ثانیه ها به انجام میرسانیم. گزارش های بیشتر رو در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو میتوانید تماشا کنید. بیننده عزیز، تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. اگر خواستید میتوانید از صفحه های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده برید. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی یادتان نرود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.